تفاوت ماسک مو رو میخوام براتون بگم. ماسک موی آبکشی داریم که نیازی به آبکشی داره و ماسک موی بدون آبکشی. ما در مورد ماسک موهای بدون آبکشی میخوایم برای شما صحبت بکنیم که نیازی به آبکشی ندارن، که 3 مرحله رو باید رعایت کنیم. مرحله اول اینه که ما موهامون رو باید با شامپو بشوریم. اگر صورت شما خسته باشه و در طول روز کرم روش باشه و شب بخواید که اون رو یک کرم مغذی بزنید، آیا اثری داره؟ نه. پس باید صورت تمیز باشه، همینطور باید موهاتون هم تمیز باشه و بعد از ماسک مو استفاده کنید. و اما مرحله دوم بعد از شستشو هست که شما وقتی که بیرون میاین باید بدونید که نم موهاتون رو بگیرید. اگه مو خیلی خیس باشه و ما مو رو به ماسک مو آغشته کنیم، هیچ نوع عملکرد خوبی برای ما نداره. چرا؟ چون که ممکنه یک قسمت از موها رو بیشتر آغشته بکنیم، متوجه نشیم و حالت چربی داشته باشه و فرم ناخوشایندی به موهای ما بده. اگر هم خیلی خشک باشه باز درست نیست. پس حتما نیم ساعت بعد از اینکه از حمام بیرون اومدید و موهاتون و ساقه موهاتون یه نمی داشت، از ماسک مو استفاده کنید. مرحله سوم اینه که شما موهاتون رو تقسیم بندی بکنید، یا به 2 قسمت یا به 4 قسمت تقسیم بندی بکنید با توجه به حجم موهاتون. برای هر قسمت یک بار که پمپی محصولتون رو فشار بدین کافیه و موهاتون رو به آرامی به ماسک مو ساقه موهاتون رو آغشته کنید و یا استایل فر یا استایل صاف که قبلا براتون توضیح دادم رو برای موهاتون اجرا کنید. نکته مهم اینجاست که شما باید حتما به این گام ها توجه داشته باشین، وگرنه اثر عکسی رو به شما میده. ما این مراحل رو انجام میدیم که کدری موهامون رو از بین ببریم و موهامون رو به یه شفافیتی برسونیم و اون رو بازسازی کنیم، که قبل از همه اینها من به شما توصیه میکنم که حتما موهاتون رو نوکگیری کنین، سالم کنین و بعد شروع کنین به کار بازسازی موهاتون. نکته آخر که خیلی هم مهمه اینه که محصول باید مناسب موهای شما باشه. من این محصول رو به شما معرفی میکنم، پنتن هست که خیلی هم عالیه و میتونه برای موهاتون استفاده کنین که روش نوشته 7/24، یعنی 7 روز هفته و 24 ساعته مراقب موهای شما هستم. میخواد بگه من تایم طولانی رو از موهای شما مراقبت میکنم و بازسازی میکنم، ترمیم میکنم، از موخوره جلوگیری میکنم. ادامه محصولات مشابه ایرانی رو داخل کپشن براتون میذارم، حتما مطالعه کنید. راستی یادتون نره که زیبایی موهای شما هنر دستان ماست.